یک دفعه سلمه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید: یا رسول الله، مقام و درجه زنهای دنیا بلند است یا اینکه زنهای بهشتی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: زنهای دنیا. او گفت: یا رسول الله، این چی طور؟ در فکر و خیال این بود که ما را الله از خاک پیدا کرده است، پیر شدن است، مرگ می آید، قضای حاجت لازم می آید، اما دختران بهشتی را الله از مشک و عنبر و زعفران پیدا کرده است. آنها مرگ را نمی بینند، پیری به آنها نمی آید، قضای حاجت به آنها لازم نمی آید، بنابراین آنها بسیار عالی می باشند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سلمه، زنهای دنیا نماز می خوانند، روزه می گیرند، الله را بندگی می کنند، از گناهان پرهیز می کنند. از همین سبب الله تعالی زنهای ایماندار دنیا را مقام و برتری زیاد عطا کرده است نسبت به حورهای بهشتی.